سلام علیکم برادران، پدران، مامان‌داران. امروز جمعه تمام مردم به روز جمعه سعید جمعه تبریک میگم. ما بعد یک ان شاء الله سفر داریم. ما را یک برادر، یک شیخ در همین شهر کوکس بازار ایکورم با خبر شدگی ما را ضیافت پیدا کرده پیش نماز جمعه. ان شاء الله از میخریم نماز جمعه میریم. نماز جمعه را در مدرسه که یتیما بودن در همون جمعه خونیم برای تمام مردم تاجیکستان، برای تمام مردم مسلمان ان شاء الله دعا میگیریم ای تمام یتیما و بعدا سفر میکنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. امروز 29 سپتامبر ما حاضر حرکت میکنیم طرف شهر دکه، دکه دوبای مسکو ان شاء الله. ما اگر در رفتن ان شاء الله هم که یک مقصد گذاشتیم که به همین بودکورا میوگی شیرینی بخریم بتیم در حق تمام برادرای چی تاجیک چی ازبک چی کرگیز فهمانده یک دعا کنیم ان شاء الله. این خیر همه برادرها همه شمایی که کوشش کردین همین که فکران دارین اما یک بولده بیار میوگی شیرینی آوردیم که یا ماه در یک بول دو ماه یک بول میوگی بخرن میخرن نخرن با همورم نمیخرن برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. ای خایزونه ای خایزونه دیگه با خدا قسم به نهایت گداکو خستانش دستم به نهایت در حق پدر مادر تمام آدمایی که خیر کردن دعا کردن ان شاء الله. یا موهاش قطع خوردگی نیستن همین مقصد میبگیره و همین شیرینی را برای که جا به حق قیمت ده میبگی. خیر برادرو نمخ مقصد تقسیمش کرده است ان شاء الله. بچه‌ها میگیرن میرن از سر دسترخوانشون میشینن دعا میکنن ان شاء الله. السلام علیکم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى